صبح دویم ماه سال 2023 بر اثر یک صدمه در حدود دهه روزوه نویه دروز در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان 6 نفر، 4 نفر از دوشنبه و 2 ساکن دروز جان باختند. در بین هلاک شدگان بنا به اطلاع دریافتی مدیر بخش سیاحی حکومت نویه دروز بهزاد خوجایف و رهبر سازمان جمعیتی تاج نورافشان خمای کریموف نیز بودند. صحیفه خمای کریموف در فیسبوک چند ساعت باز پر از نامه‌های تسلیت به پیوندان شده است. یک نماینده حکومت محلی برای رادیو آزادی گفت 4 نفر از هلاک شده‌ها از دوشنبه آمده، 2 دیگر از ناحیه دروز هستند. ماشین از بلندی قلعه کران سرازیر شده است. جسدها را گرفتند. 2 نفر را به نزدیکانشان در ناحیه دروز دادند. باقی مانده ها را به دوشنبه فرستادند. هلاکت 6 نفر در دروز در حالی است که ساعت 4 صبح 1 مای در کیلومتر 154 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت بر اثر بجری عمقش تقریبا 200 متر سرازیر شدن ماشین مسافرکش تمغه استاریکس 6 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر با جراحت‌های وزنین در بیمارستان بستری کرده شدند. همه قربانیان این صدمه خویش و تبار از یک اولاد ساکن دهه ارتوج در کنار شهر پنجکین بودند و بنا به اطلاع دریافتی از توی یک خویشاوندشان برمیگشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1192 تن دیگر مجروح شدند.